بریم ببینیم میتونیم توی مرکز خرید JTC با 100 بد یه غذا ایرانی بخوریم. با من همراه باشید. این قسمت کشیر پولتون رو به کارت تبدیل بکنید و از این کانتر حساب کنید. لینگلای بعد ما کارتمون رو شارژ کردیم. اینترنشنال زون شروع میشه. این قسمت منطقه قسمت غذای حلال هستش که کلا ظرف‌ها و همه چی با اون قسمت جدا هست. اگر حواس ساندویچ بکنید میتونید اینجا با 100 بد یه ساندویچ مرغ بگیرید. بوفه غذای ایرانیه که کوبیده و جوجه و دون مرغ سرخ شده و غذای دیگر هم داره. برنج سفید سفارش دادم، قیمتش 40 بته. 2 تا دونه مرغ، هر یه دونش 20 بت. خب داره جوجه همون آماده میشه. یه سس سیر با یه سس تند ملایم کنار این غذا سرو میشه. How much this one? 80 baht. کارتمون رو میدیم و این غذا رو با 80 بت میخریم. 20 بت مونده بود. اینجا میتونم پپسی بخرم. کلا در مجموع یه فود کورت از نظر اقتصادی، از نظر وقت خیلی برای شما با صرف